بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی کلمه. خب در سلسله برنامه هامون که در ارتباط با آداب اجتماعی، آداب اخلاقی هست و در جلسات قبل که در ارتباط با سلسله مجموعه حقوق همسایگان صحبت می کردیم، الان به مطلب جدیدی رسیدیم. مطلب هم اینه: آیا یه همسایه میتونه با همسایه های دیگرش ارتباط نداشته باشه؟ آیا یک فرد میتونه تو خونش بره، در خونش رو ببنده و اطرافش رو نگاه نکنه یا نه؟ یا وظیفه داره که نسبت به همسایه هاش محبت بکنه، دوستی بکنه و در خونش رو روی اونها باز داشته باشه؟ البته در خونه رو به اونها باز داشتن به این معنا نیست که طرف در خونش رو باز بذاره، محرم و نامحرم هر کسی میخواد بیاد و بره، نه. یعنی اگر همسایه نیازی داره کمکش بکنه، اگر همسایه بالاخره در شرایطی هست که چه نیازهای عاطفی هست چه نیازهای مادی هست، اون در خدمت همسایه باشه. حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم با هم میخونیم. این حدیث خیلی واضح و روشن هست. نگاه کنید، صحابه نقل میکنه با این مضمون. اینو ابن عمر نقل میکنه، میگه لقد اتی علینا زمانون، یه روزگاری بر ما اومده، یا هینون، یا وقتی بر ما گذشته که ما احد احق بدیناره و درهمه من اخیه المسلم، که هیچ کس نسبت به اون چی که داره از برادر مسلم خودش سزاوارتر نیست. لکن نکته چیه؟ چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که انسان ها باید نسبت به اون چی که با هم دارن باید تعاون و اشتراک داشته باشن، در واقع به داد همدیگه برسن. میگه ثم الان، میگه اون زمان گذشت، زمان پیامبر رو میگه، یعنی همه دوست خودش، برادر خودش، همسایه خودش رو بر خودش مقدم میشمرد، ترجیح میداد. اما میگه الان الدینار و درهم، امروز پول و مال و درهم دینار چی شده؟ احب الی احدنا، نزد هر کدوم از ما محبوب تر من اخیه المسلم. خیلی واضحه. ابن عمر چی داره میگه؟ میگه یه روزگاری بر ما گذشت، یعنی روزگاری که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، زمان دوران خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین، یعنی اون نسل اولیه، اون صدر اولیه اسلام. خب میگه اینجوری بود که هیچ وقت مال و درهم و دینار محبوبتر نبود از برادر مسلمانت. یعنی تو برادر مسلمانت از مال دنیا، از اون چه که داشتی، برات محبوبتر بود. ولی الان ایشون میگه زمانی شده که متاسفانه مال و منال دنیا، پول و طلا و نقره و شهرت و کاسبی از برادر مسلمانت برای تو محبوب تر شده. بعد ابن عمر چی داره میگه؟ میگه سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت. حالا چی میگفت پیامبر؟ نکته اینجاست. نگاه کنید، ابن عمر میگه ما در یه روزگاری رو پشت سر گذاشتیم که مال دنیا ارزشش کمتر از برادر مسلمانت بود، کمتر از اون کسی بود که تو باهاش ارتباط ایمانی داشتی. ثروت‌های دنیا ارزشش کمتر بود. یعنی برای تو یک برادر مسلمان، یک برادر همراه مسلمان، همسایه مسلمان، فامیل مسلمان، خیلی ارزشش بالاتر از اینها بود. اما الان میگه ما توی یه زمانی هستیم که نه، ارزش مال دنیا بالاتره. ارزش مال دنیا بالاتره. داستانی رو نقل می‌کردن در مورد مولا نصرالدین که مولا نصرالدین رفت مثلا وارد یک مجلسی ضیافت شام شد و مال به قول معروف اشراف بود. تا دم در دیدن اون وضعیت رو داره، بیرونش کردن، آقا برو، یه جای تو نیست که جای هر کسی که داگشنه‌ای نیست که بیاد. رفت اون لباس مخصوص به قول معروف فقاهتی و علمی خودش رو پوشید. ملاها خوب لباس ویژه توی مقطعی داشتن دیگه دوران عباسی به بعد، اون لباس رو پوشید، عمامه خوشگلش هم بست، عبای قشنگی هم انداخت و به قول یارو زربفتم به دوشش انداخت و کفشای گرون پاش کرد، رفت وارد اون مجلس عروسی بشه. تا دیدنش گفتن بفرما بفرما، بردنش بالای مجلس. بودن در بالای مجلس، موقعی که وقت غذا خوردن بود اشاره میکرد که این حق لباس منه که این غذا رو بخوره، حق من نیست. اون اصطلاح ضرب المثل فارسی آستین تو بخور، که تو آستینش میریزی، آستین تو بخور. چرا که انسان ها به یه جایی رسیدن که چشمشون، فکرشون، عقلشون، هوششون در ظاهر انسانه، در حقیقت انسان نیست. درست ابن عمر همینو نقل میکنه، میگه ما زمان رسول صلی الله علیه و سلم عصری رو گذروندیم که یک انسان مؤمن، یک برادر مسلمان، ارزشش از تمام معیارهای مادی بالاتر بود. الان برعکس شده. ایشون میگه
خب میدونی ابن عمر عمر طولانی داشت، بعد از دوران خلفای راشدین رو هم ایشون دریافت کرده بود. میگفت الان تازه ما که عصر خیرالقرون هستم، هنوز عصر تابعین هم نشده، داره ایشون میگه ولی الان میبینم که برای مردم مال و منال و پول و اینها ارزش پیدا کرده. زمان من و شما که دیگه خدا رحم بکنه به حال احوال ما. بعد اشاره میکنه، میگه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم. خب چی از پیامبر شنیده؟ میگه کم من جار متعلق بجاره یوم القیامه. چه بسیار همسایه هایی که در روز قیامت پرونده اعمالشون، پرونده حساب کتابشون به پرونده همسایه‌شون متصله. یعنی اونجا وقتی میخوام پرونده اعمال اون رو محاسبه بکنن، باید پرونده اعمال همسایه‌اش محاسبه بشه. یعنی باید ببینید رابطه‌اش با همسایه چی بوده، این چی کار کرده. یعنی این اشاره میکنه، نگفته همه همسایه‌ها، پیامبر میگه کم خبری است. چه بسیار از همسایه هایی که بسیار از افرادی که روز قیامت وقتی میخوان محاسبه بشن، پروندهشون در گروه پرونده همسایه هاشونه. یقول، و موقع میگه یا رب، میگه پروردگار من داستان چیه؟ اون همسایه میگه هازا اغلق بابه دونی. خب پروندهش میخواد محاسبه بشه، ظاهرا شاید پروندهش هم خوبه اما پرونده معلق مونده. چرا؟ همسایه شکایت میکنه، میگه پروردگار من، ای خدای من، ای مالک آسمان و زمین، این همسایه‌ای که الان پروندهش به خاطر من گیره، علتش اینه که در خونه‌ش رو به من بسته بود، اصلا با من ارتباط نمیگیره، به فکر من نبود، به فکر همدردی و همراهی من نبود. فمنع معروفه، و اگر چیز خوبی داشت به من نمیداد، اگر چیز خوبی میفهمید به من نمیگفت، سعی میکرد همه چیز رو برای خودش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما در همسایگری قرار گرفتیم با کسی، در یه موقعیتی قرار گرفتیم که همسایه‌ای کسی داریم، باید اون چیزی که فکر میکنیم خوبه مثلا بهش بگیم. مثلا میبینیم فلان جا برنج ارزونتره، برنج خوبی هم هست، خب همسایه خبر بدیم همسایه فلان جا برنج ارزونتر میدن، فلان جا گوشت خوب آورده ارزونتر میدن، فلان مثلا مدرسه واسه پسرم بردم ثبت نام کردم مدرسه بهتریه، فلان مثلا معامله رو من انجام دادم اینجوری بهتره، فلان جا میوه مناسبتر آورده، یا هم مثلا بالاخره میوه خریدی یه کارتون میوه 1 کیلو 2 کیلو هم برای همسایه‌هاش میفرسته. سعی میکنه اون چی که خوب هست به همسایه‌هاش بگه. داره میره مسجد، میگه همسایه با هم بریم مسجد، یا به پسرای همسایه‌اش احترام میذاره، یا مثلا همسر خونه به دختران همسایه، به زنان همسایه احترام میذاره، با هم دوستی میکنن، محبت میکنن و سعی میکنن که اون چیزی که خوبه به هم انتقال بدن. حالا پیامبر میگه چه بسیار همسایه‌هایی که در اون روز قیامت پروندهشون در گروه همسایه‌هاشون، همسایه‌شونه و همسایه میگه پروردگار این در خونه‌اش رو من بسته بودم، این شخص اون چیزی که از خوبی ها داشت، اون چیزی که خیر بود به من نمیرسون. چرا میگن که طرف میگه آقا گیری میتونه بگیر آب نبره، این یه امر ناپسندی که فکر کنه که چون من خوبم دیگه من میرم بهشت، همسایه‌هام به درک یا دیگران. نه، ما گفتم که در یک مجموعه بشری انسانی نیازمندیم که همه به سمت خوبی حرکت کنیم. اول از خودمون، پدر مادرمون، خانوادهمون، فرزندانمون، فامیل هامون، همسایه هامون، دوستانمون. ببین خود به خود یک مجموعه رو شکل میده. در همین قسمت همسایه، حقوق همسایه ها من خدمتتون عرض کردم تا 40 همسایه از هر طرف. یعنی شما یه روستایی که تصور بکنید 160 خانوار داشته باشه، روستای بزرگی باشه، یعنی همه به هم مرتبطن، همه به هم مرتبطن، همه در کنار هم دیگه هستن و همدیگه رو میشناسن و از خیر و نیکی به همدیگه میرسونن. پس خود به خود ببینید یک جامعه بشری اصلاح میشه. اما وقتی که هر کسی به فکر خودش باشه دیگه اوضاع خراب میشه. گر مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق، نیاساید و دوستانش غریق. اینی که ما خودمون فکر کنیم زندگی خوبی داریم و خودمون در رفاهیم، شکممون سیره، مشکلی نداریم، به همسایه هامون فکر نکنیم، این کار نادرستیه. بنده خدای رو نقل میکردن که وقتی بارون میومد همسایه‌اش نمیتونست بره رو پشت بامش، زن بیوه‌ای بود. خب میرفت رو پشت بوم خودش ناودونای باز میکرد، به خونه همسایه کار نداشت. خب به من چه ربطی داره؟ اتفاقا بارون اومد آب زد تو خونه همسایه، از دیوار خونه همسایه به خونه این زد، خرابی بیشتر بار آورد، چون بالاخره شکاف دیوار راه پیدا کرد، خونه این خراب شد. فردا اومد و میگه آقا چرا شما لاودونتون رو زن بیچاره که من زن بیوه‌ای ام، چرا بالا پشت بوم برم نمیدونستم. بعد با خودش فکر کرد اون لحظه که بارون می اومد چی میشد که منم از ناودون همسایه رو تمیز میکردم. ببینید اینطور نیست که اگر ما بی‌توجهی کردیم در مورد همسایگانمون فکر کنیم که خودمون مثلا کارمون درست میشه. نه، اشتباه ما
بی‌توجهی ما سبب میشه دودش به چشم خود ما بره. چه بسا در همسایگی ما انسان نابابی بیاد و ما توجهی نکنیم و این انسان ناباب همسایه‌های دیگر آسیب بزنه، به خانواده ما آسیب بزنه. پس انسان باید حواسش نسبت به محیط خودش و اطراف خودش جمع باشه و به این گونه نباشه که بگه که آقا به من ربطی نداره. نگاه کنید حدیث دیگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. ایشون نقل میکنه، خیلی جالبه. راوی میگه که از ابن عباس شنیدم که ایشون به من خبر داد از عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر، کسی که در جریان حمله حجاج به کعبه به شهادت رسید. دوست امام حسین بود، همراه امام حسین، برادر همفکر امام حسین بود. ایشون میگه که از عبدالله ابن زبیر که میگه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت که چی؟ لیس المؤمن الذی یشبع و جاره جائع. خیلی عجیبه. لیس المؤمن الذی یشبع و جاره جائع. میگه کسی مسلمان نیست که خودش شکمش سیر باشه اما همسایه‌اش شکمش گرسنه باشه و این یه فاجعه است. خودت شکمت سیر باشه، همسایت گرسنه باشه. و پیامبر در این حدیث اشاره میکنه که مؤمن نیست، چنین شخصی مؤمن نیست، شخصی که خودش سیر باشه و همسایه‌اش گرسنه باشه. متاسفانه ما همه به این گناه مبتلا هستیم و همسایه هامون اصلا توجهی نمی کنیم که آیا ما که الان داریم لقمه نانی رو میخوریم این غذا خوب یا بد، بالاخره آیا همسایه‌مون هم داره الان سر سفره‌اش لقمه ای یا نه. و از بیخبری از حال همسایه خودش یکی از همین عواملی میشه که ما رو میگم دوچار گناه میکنه. اشاره پیامبر میگه لیس بمؤمن یا لیس المؤمن، مؤمن نیست. یعنی پس یکی از شرایط ایمان اینه که تو همسایت رو هم سیر نگه داری. وقتی همسایه‌اش رو سیر نگه داشت تازه شرایط ایمان براش چیکار میشه؟ شکل پیدا میکنه. ولی ما چقدر بی‌توجه بودیم تا بال به همسایه هامون. خیلی زیادن افرادی که خونه های مجلل و خونه های کاخمانند میسازن، در کنارشون همسایه هایی هستن در خونه های محقر، چه واسه خونهشون محقر نباشه اما واقعا سر سفرهشون غذا نداشته باشن، تو سرمای زمستون سوختی نداشته باشن خونهشون رو گرم بکنن، حتی آب آشامیدنی صحیح نداشته باشن برای نوشیدنی، غذا نداشته باشن شکم بچه‌هاشون رو سیر کنن، توان نداشته باشن بچه‌هاشون رو برای تحصیل مدرسه بفرستن. حالا من نمیگم یک فرد تمام، چون امروز متأسفانه شرایط طوریه که گاهی می‌بینی یک فرد زندگی خودش رو هم نمیتونه بچرخونه، اما در حد توان خودش، هر کسی در حد توانی که داره، گاه چند تا همسایه با هم میشن به داد یک همسایه میرسن و گاهی آدم چند نفر خیر دیگر همراه خودش میکنه. راههای خیر فراوان، ما متاسفانه متوجه این راههای خیر نیستیم. حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم داره با همین مضمون که ابوذر رضی الله عنه نقل میکنه که میگه پیامبر خدا گفت یا اباذر، ای ابوذر، اذا طبخت مرقه فاکثر ماء المرقه، وقتی توی آبگوشتی، خورشتی، اشکنه‌ای چیزی درست کردی آبشو بیشتر کن. آبشو چیکار کن؟ بیشتر کن. و تعاهد جیرانک، و به همسایه‌هات هم بده. تو که مثلا 5 نفر توی خونه هستید 5 ملاقه آب کردید، چه اشکال داره 3-4 ملاقه دیگه هم توش بکنید و برای همسایه‌هاتون هم حداقل یه پیاله از این خورشتتون، آبگوشتتون یا غذاتون ببرید. او اقسم فی جیرانک، یا اینکه بالاخره با همسایه‌ها ارتباط برقرار کنی، به دادش میرسه که تقسیم کن بین همسایه‌هات اون غذایی رو که داری. و این سخن ابوذر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی واضح هست و خیلی روشنه. آیا ما این چنینیم؟ نیستیم. چرا دارم میگم که اینا رو باید بخونیم؟ برای اینکه بتونیم این چنین بشیم، بتونیم اینجوری فکر بکنیم، بتونیم این حس رو داشته باشیم اون چی که خدا به ما داده از قضا، ثروت، از شهرت، از نعمت، از هر چی که داده، از قدرت، از علم، از دانش، یک امانته. این رو ما باید به دیگران، بین دیگران تقسیم کنیم، دیگران هم از این بهره مند بشن. همینجوری که من دوست دارم فرزندم، دخترم، پسرم، بالاخره مادرم، پدرم، خواهرم، برادرم، فامیلم از این نعمتی که دارم من میخورم بهره مند میشم و استفاده میکنم، به فکر همسایه من باشم، در حد توان خودم به اونها این کمک رو بکنم. خب فعلا شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی که قسمت بعدی رو با هم ان شاء الله بخونیم و ترجمه کنیم.